قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 16. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. مبارزه خلق‌های آسیای میانه به مقابل استیلاگران یونان و مقدونی. قوه‌های حربی و هنری جنگی خلق‌های آسیای میانه. خلق‌های آسیای میانه با کدامین قوه‌ها مقابل اسکندر مقدونی مقاومت کردند؟ باید قید کرد که کمبودی اساسی قوه‌های مدافعوی آسیای میانه مرکزیت نداشتنی آنها بود. در دوره‌ای که مورد بحث ما قرار گرفته است، فقط یک قسم آسیای میانه به قلمرو هخامنشی‌ها داخل شده و آن هم به درجه لازمه استوار نبود. ولایت‌های باقی مانده این سرزمین را حاکمان صاحب اختیار و پیشوایان قبیله‌ها اداره می‌کردند. هنر اسلحه سازی آسیای میانه در عصر 4 پیش از میلاد خیلی رونق پیدا کرده بود. عسکران آسیای میانه از اسلحجات هجوم بیشتر خنجر و شمشیرهای آهنی و احیانا برنجی را استفاده می بردند که دسته آنها اکثرا با نقش و نگار زیبا آرا داده می شد. خنجر را به پهلوی راست می آویختند. مردم آسیای میانه خنجر را کرته می نامیدند. در برابر این ظاهرا اصطلاحی اکیناک نیز به کار برده می شد. شمشیرها خیلی کلان بوده، درازیشان تا 1.2 متر می رسید. اکثر وقت در محاربه تبرهای جنگی سگریس به کار می در آمد. بعضی نمونه های این قبیل تبرهای جنگی 1 تیغه و 2 تیغه در حفریات گورخانه های قدیمه پامیر یافت شده اند. گیرداد و استرابون خبر می دهند که سیقیره های مسگیت ها میسی بودند. نیزه های دراز با پیکان های برنجی یا آهنی که ارشتی می نامیدند از اسلحجات مهم به شمار می رفتند. بیهوده نیست که گیرداد مسگیت ها را نیزداران نامیده است. آن وقت گرز موقعی چندان مهم نداشت. به صفت سلاح دورزن بیشتر کمان استفاده می شد. هنوز در میانه های هزاره یکی پیش از میلاد در آسیای میانه کمان مرکب ساختی به اصطلاح نوعی سکیفی مستعمل بود. این نوعی کمان با دورزنی و نشانرسی خود فرق می کرد. در منبع ها یک چند خیلی این اسلحه ذکر شده است. برای تیار کردن کمان باختری همچنین کمان های سعودی، پارتی و خوارزمی نی را به کار می بردند. در سرچشمه ها سکایی ها و مسگیت های کمانانداز و کماناندازان سواره یاد شدند. سربازان آسیای میانه در فلخمان پرانی هم خیلی ماهر بودند. سربازان خود را با جوشن محافظت می کردند. کوینت کورتسی می نویسد که مردمی صحرانشین آسیای میانه از ورقه آهن برای خود زره می ساختند. بر طبق معلومات اریان، سربازان آسیای میانه در وقت جنگ خود را با زره های فلزی تماما می پوشانیدند. آنها بر سر کلاه خود داشتند. همچنین سپرهای گوناگون حجم و گوناگون شکل را برای محافظت خود استفاده می کردند. به قول گیرداد اسب‌های مسگیت ها به وسیله برگستوان محافظت کرده می شدند. از احتمال دور نیست که عموماً آسیای میانه جای تولید افزار محافظه اسب برگستوان باشد. این اختراع مهم جنگی
ثانیتر به طرف غرب به ایران هخامنشی، به طرف جنوب به هندوستان، به طرف شرق به خیتای پهن گردید. در آسیای میانه دوچرخه های جنگی هم موجود بودند. آخرهای عصر برنجی در آسیای میانه هنری استحکام سازی به وجود می آید. تا وقتی تاخت و تاز استیلاکاران یونان و مقدونی، شهرهای این سرزمین انشاءاتهای بزرگی مستحکم داشتند. علاوه به استحکامات عمومی، شهرهای کلان را با قلعه های بلند احاطه کرده، در دیوار قلعه مناره ها نشانده تیرکش ها ساخته بودند. در آسیای میانه از روی نوهای قشون به قسمها جدا کردن قوه های عسکری معمول بود. هر یکی این قسمها علاهیده صف آراسته، بعضا در وقت هجوم به هم جفت می شدند و پسی هم قرار گرفته قوه بزرگی حمله‌وری را تشکیل می دادند. در برابر این باز یک اصول تاکتیکی عقب نشینی استراتژی موجود بود. قشون سواره در وقت هجوم یک باره عقب رفته از سمت دیگر برقوار ضربه می زد. عموما رزم هجوم با فرو ریختن سیل قشون سواره سر می شد که مدافع کنندگان آن را اول از دور با تیر و نیزه پیشواز گرفته، ثانی بعد تماما نزدیک شدن به حمله قطعی می گذشتند و نهایت تن به تن جنگ کرده دشمنی رو به گریز نهاده را تعقیب می نمودند. در لحظه حل کننده قوه احتیاطی به میدان در آورده می شد. سرچشمه های قدیمه به هنر جنگی سکایی ها ارزش بلند دادند که این را در وقت جنگ ضد فارس یونانی ها خیلی خوب احساس نموده بودند. بعدتر خود اسکندر مقدونی هم بارها نخستین مرتبه در سری محاربه نزد گوگمیل وقتی که اسکران سواره سکایی و باختری قشون پیشاهنگ اسکندر را به فرار مجبور کردند با این باوری حاصل نمود. محققان کاری حربی خلقهای آسیای میانه به چنین خلاصه ها رسیدند. یکم، اسلحجات قشون آسیای میانه به درجه نسبت به زمان خود بلند رسیده بود و از بعضی جهتها حتی از یراق و اسلحه قشون یونان و مقدونی هم برتری داشت. دوم، قشون‌های آسیای میانه اصول‌های گوناگون تاکتیکی هجوم و مدافعه را به کار می‌بردند. سوم، به توسط اشتراک در جنگ‌های دولت هخامنشی بر ضد یونانی‌ها از جمله در محاربه‌های ضد اسکندر مقدونی بیرون از حدود آسیای میانه، سرداران قشون‌های آسیای میانه از سلاح و اصول‌های تاکتیکی هم قشون هخامنشی و هم یونان و مقدونی خیلی خوب آگاه بودند. چهارم، اقتدار حربی خلق‌های آسیای میانه در عصرهای 6-4 پیش از میلاد بسیار بلند بود که این در مبارزه آنها به مقابل استیلاگران اجنبی عاملی مهم می گردید. عملیات های حربی در ماوراءالنهر. اریان واقعه را به قرار ذیل نقل می کند. وقتی که به بیس نزدیک رسیدن اسکندر را خبر دادند، او از دریای آکس، امو دریا بابا جان غفورف عبور نمود. کشتی هایی را که آنها از دریا گذشته بودند سوزانید و خود به سرزمین سوق و نوتاق رفت. سپی تمن اوکبورد با سواره های سوغدی و دایی از تنیس گذشته از پس او روان شدند. اینجا اولین بار در سرچشمه ها نام قهرمان مبارزه ضد مقدونی سپی تمن ذکر گردیده است. اسکندر در ظرف 5 روز قوه عسکری خود را از دریای امو گذراند. واقعه هایی که سرچشمه ها در این مورد بیان کردند
نهایت درجه مبهم و پر اختلاف است. بیس از طرف سپیتمن و دیگر همسفان خود اخذ گردیده به دست اسکندری مقدونی سپرده می شود. سبب چنین رفتاری همراهان بیس معلوم نیست. شاید در همین لحظه مبارزه از خود عجز و ناتوانی ظاهر کردن بیس و به این نگاه نکرده موقع راهبری را اختیاراً به کسی دیگر دادن نخواستنش باعث مجبوراً از میان برداشتن او گردیده باشد. وقتی که اسکندر به باختر بازگشت نمود، شورای سرکردگان حربی مقدونی و عملدارانی به طرف او گذشته فارس را دعوت کرد و در این شورا بیس همچون قاتل شاه قانونی و غاصب عنوان پادشاهی عیبدار کرده شد. اسکندر امر کرد که بینی و گوشهای بیس را بریده او را به همین صورت به اکباتن ببرند و در پیش نظر میدی ها و فارس ها به قتل رسانند. باید گفت که اسکندر قتل بیس را چون انتقام بر عوض غصب نمودن حاکمیت شاه دانسته، با همین میخواست اعیان و اشراف فارس را به طرف خود جلب نماید. اسکندر پس از اشغال کردن نبطاق به مرکز سوق مراکند روانه شد و آن را ضبط کرد. از افتش در ناحیه مراکند به مقاومت دچار آمد. به خبر کوینت کورتسی اسکندر در شهر گرنیزان گذاشت و دیهات اطراف را سوخته به خرابزار تبدیل کرد. سپس او با لشکری یونانی به سمت شمال شرقی حرکت نمود، لیکن در این راه به مشکلات بزرگی دچار گردید. سغدی ها همه چون یک تن به مقابل استیلاکاران یونان و مقدونی سر برداشتند. وقتی که مسئله آزادی و استقلالیت وطنشان به میان آمد، آنها با تمام مردانگی برای مدافعه کشوری خود بر ضد استیلاگران یونانی چنان مبارزه بردند که این مبارزه درخشان ترین صحیفه های تاریخ قدیمه خلق های آسیای میانه را فراهم آورده است. یکی از اولین نمونه های این مبارزه برخوردن تجاوزکاران یونانی با طایفه های سغد ولایت کوهستانی اوستروشن می باشد که در وقتی از کوهساری بین مراکند و کیراپال گذشته ایستادن اسکران اسکندر روی داده بود. چند دسته اسکران یونانی برای مصادره کردن آذوقه و خوراکواری حیوانات به طرف قشلاق‌های اوستروشن فرستاده می شود. اهالی آزادیخواه این محل‌ها بر ضد بیدادگری‌های استیلاگران سر می بردارند. اسکندر از این احوال خبردار شده به مقابل آنها لشکر می کشد. شورشگران با فشار قشون یونان و مقدونی مجبورند به کوهسار فرار کرده در آنجا کمین می گیرند. زد و خورد در کوهساری سیرخرسنگی دشوار گذر به عمل می آید. سغدی ها تا آخرین قوه خود مقابلت می کنند و چنانکه که ارعن خبر می دهد اکثری آنها به دست دشمن افتادن را نخواسته خود را نابود می سازند. نهایت اسکندر مقاومت سغدیان کوهستان را با مشقت زیادی فرو می نشاند، ولی در نتیجه این لشکرکشی 22,000 نفر از خلق محلی کشته می شود. لشکریان یونان و مقدونی هم تلفات زیادی می دهند. خودی اسکندری مقدونی سخت یردار می شود. اسکندر پس از این وحشانیتی که نسبت به سغدیان اوستروشن ظاهر نمود به سوی سیر دریا روانه گردید. در این وقت دریای سیر حدودی بین دشت بادیه نشینان و وادی های زراعتی حساب می شد. در ساحل راستی دریا سکایی ها زندگی می کردند و در طرف چپ آن یک قطار شهرهای کلان و خرد واقع گردیده بودند.
اسکندر به لب دریای سیر آمده قرار گرفت و از یونانیان و مقدونی ها در این شهرها گرنیزان گذاشت. لیکن دیری نگذشته و مقابل یونانیان شورش خلق محلی سر شد و به زودی تمام 7 شهر ساحلی چپ سیر دریا را فرا گرفت. در دیگر ساحل دریا سکایی ها قوه های خود را جمع نموده رسیدن فرصت مساعد را انتظاری می کشیدند که از دریا گذشته به شورش کنندگان یاری رسانند. در خود همین وقت در سوخت و باختر نیز آشوب‌های کلانی به عمل می آید. اسکندر به یک وضعیت دشوار دچار می شود و پیش از همه قرار می دهد که موقع خود را در ساحل دریای سیر مستحکم نماید. و این مقصد او در مدت 2 روز 5 شهرچه نزد ساحلی را اشغال نموده با اهالی آن جایها وحشیانه رفتار می کند. یونانیان با امر اسکندر تمام مردها را به قتل رسانیده زن و بچه ها را به غلامی می فروشند. اهالی کیروپول که مرکزی شورش به شمار می رفت به محاصره یونانیان سخت مقاومت نشان می دهد. خود اسکندر مجبور می شود شخصاً در گرفتن شهر اشتراک نماید. او یک دسته عسکر را گرفته با مجرای خشک شده رودی که از بین شهر می گذشت و درون شهر می درآید و دروازه آن را برای داخل شدن قشون خود باز می کند. در کوچه های شهر جنگ های خونین دوام نموده. در نتیجه 8000 نفر از اهالی محلی کشته می شود. تلفات یونانیان نیز کم نبود. در این محاربه خود اسکندر و بعضی سرلشکران بزرگی او زخمدار می شود. پس از محاربه شدید و هجوم قطعی آخرین تکیهگاه شورشچیان ضبط کرده می شود. با این طریقه شورشی که به مقابل استیلاکاران یونانی در ساحل‌های دریای سیر به عمل آمده بود خوابانیده شد. اریان می گوید که از اهالی به شورش اشتراک داشته این 7 شهر 1 نفر هم باقی نماند. همه آنها کشته و یا به غلامی فروخته شدند. شورش سالهای 329 327 پیش از میلاد. با مبارزه بهر استقلالیت سوق و باختر سپهسالار محلی سپیتمن که یکی از سیماهای خیلی برجسته در تاریخ اجداد قدیم خلق تاجیک بود سروری میکرد. در سال 329 سپیتمن با قوه زیادی عسکر که به آن اهالی آسایشته نیز همراه شده بودند شهر مراکند را اشغال نمود. بیشترین قسم گرنیزان کشته شده، باقی مانده اسکران یونانی در انتظار رسیدن قوه‌های امدادی به ارک قلعه پناه بردند. اسکندر پس از پخش کردن شورش در سیر دریا برای کمک محاصران قلعه مراکند 30,000 نفر پیاده نظام و 800 نفر عسکری سواره فرستاده خود در کنار دریای سیر از احتمال دور نیست که در بین لینین آباد و بیکاباد حاضره یا خود در ناحیه شهر لینین آباد باشد به ساختمان قلعه شهر اسکندریه اقصا اسکندریه دور مشغول گردید. با قول کوینت کورتسی اسکندر به کنار دریای تنیس یعنی سیر دریا برگشته تمام پهنایی را دیوار کشید و قرارگاهی عسکر ساخت. دیوار 60 استادی 11 کیلومتر درازی داشت. فرمود که این شهر را اسکندریه نامند
بناکاری شهر چنان به زودی انجام یافت که روزی 17 ساختن استحکام عمارت‌های شهر هم بود شدند. به این شهر نو اسیران را جای دادند. به گفت اریان در مدت 20 روز اطراف شهر از نو دیوار کشیده شد. اسکندر در آنجا سربازان کرایه یونانی، همسایگان بربری استقامت اختیار کرده و همه اسکران به خدمت حربی ناشایم مقدونی را ساکن نمود. یوستینیس تصدیق می کند که ساختمان از افتش سخن از آغاز کارهای اساسی ساختمان می رود 17 روز دوام کرد. دورادور دیوار شهر 6000 جفت قدم یعنی قریب 9 کیلومتر می آمد. به شهر نوبنیاد از روی قبل یوستین ساکنان دیگر شهرها را کوچاندند و همچنین اسکرانی از باوری برآمده اسکندر را گذاشتند. این شهر می بایست نقطه متکای استحکام حدود شمال شرقی دولت می گردید. کارهای اسکندر خصوصاً ساختمان قلعه شهر باعث خواطر سکایی های آن سوی سیردریا گردید. پادشاه اسکیف ها یعنی سکایی ها که دولت او سرزمین آن طرف تنیس را فرا گرفته بود، شهری در ساحل دریا بنیاد کرده مقدونی ها را یوغ برگردن خود حساب می نمود. می نویسد کوینت کورتسی. سکایی های بادیه نشین از آن سوی سیردریا با کمانهای خود یونانیان را تیرباران می کردند. اسکندر به طفیل تیرپرانی کردن از منجنیقها، اسبابهای جنگی سنگانداز، آنها را قدر عقیب راند و پس فوراً با عمدها از دریا گذشته به هجوم سر کرد و اسکیفها را مجبور نمود که به طرف دشت عقیب نشینی کنند. لیکن کوششی تماماً تارومار کردن اسکیفها قریب به هلاکت اسکران یونانی انجام یافت. حرارت بلند هوا، نبودن آب، بیراهی بیابان و در چنین شرایط حمله های پی در پی سکایی های جنگاور با سرداری برادری پادشاهشان استیلاکاران را به وضعیت طاقت فرسای دچار نمود. اسکران یونانی گویا به سبب بیماری اسکندر مجبور شدند از تعقیب کردن سکایی ها دست کشند. وقتی که قشون یونان و مقدونی در تکاپوی اشغال کردن استروشن و فرغانه غربی بود، آتش شور و اسیان تمام مملکتی سوخت و یک قسم باختر را فرا گرفت. اسکندر مقدونی مقیاس شورش را درک نکرده به کمک گرنیزان محاصره شده مراکند قشونی نچندان کلان تقریباً 2500 نفر فرستاد. وقتی که دسته اسکران پیشتر فرستاده اسکندر به مراکند نزدیک رسید، سپیتمن شهر را از محاصره آزاد نموده زیرکانه عقیب نشست. اسکران یونانی این احوال را دیده سغدیان را تعقیب کردند. سپیتمن فرصت مساعد پیدا نموده یک باره پس گشت و به سر یونانیان تاخت. اریان می گوید که یونانیان رو به گریز نهاده و یک جزیره‌چه بین دریای زرفشان در نظر داشته می شود باباجان غفورف پناه بردند. لیکن در اینجا اسکیف ها و اسکران سواره سپیتمن آنها را به محاصره گرفته پرانده محو کردند. چنانکه مورخ معروف گرمانیای غربی آلتخایل به طور حقانی می نویسد، سپیتمن به کاری موفق شد که کسی از عهده آن برآمده نتوانسته بود. او در محاربه یک قسم قشون مقدونی را محو نمود. سپیتمن که از طرف اهالی محلی حمایت می دید، دوباره گرنیزان مقدونی را در مراکند محاصره نمود. وقتی که اسکندر با قوه‌های اساسی خود به مراکند آمد، سپیتمن جنگ نکرده
اسکران خود را باز به طرف صحرا عقیب کشید. از بس که اسکندر در محاربه با اسکیف‌های بادیه نشین کرده خود درسی عبرت گرفته بود، دیگر سپیتمن را در صحرا تعقیب نکرده با جزای سخت دادنی اهالی آسایشته وادی زرفشان قناعت نمود. او فرمان داد که قشلاق‌ها را سوزند و همه کلانسالان را کشند. 30 نفر سغدیان محکوم مرگ چنان خونسردی نشان دادند که مقدونی ها انگشت حیرت گزیدند. آنها سرودخوانان به سوی قتلگاه می رفتند. تلفات لشکری یونانی نهایت درجه زیاد. از این روی اسکندر با سراسه مگی به جنگ های بهاری سال 328 تدارکات می گیرد. او زمستان را در باختر گذرانیده با پیشوایان سکایی ها و خوارزمی ها گفت و شنید نمود و برای با قوه های تازه پرره کردن لشکری خود مشغول شد. در این وقت خلق قهرمانی سوخت هم با وجود دادن تلفات زیاد مطیع شدن را به خاطر نآورده در تحت راهبری سپیتمن برای محاربه های نوبتی آماده می گردید. سپیتمن یک روز هم به دشمن آسایش نمی داد. او با دسته های سواره پرواز کننده سغدیان به سر استیلاگران هجوم آورده به آنها ضربه های هلاکت آور می زد. چنان که الرئن خبر می دهد اکثریت سغدی ها به جاهای مستحکم گریخته و والی تعیین کرده او اسکندر اطاعت نمودن را نمی خواست. در حقیقت مملکتی تماما تالان و خراب گشته سغدیان باز از سری نو به مقابل تجاوزکاران اجنبی قیام نمود. اسکندر به مقصد فرو نشاندن شوریش لشکری 20,000 نفره خود را به 5 دسته تقسیم نموده از یک گوشه به گوشه دیگری سوق حرکت کرد و هر یک آدمی روبرو شده را از دم تیغ گذراند. شما گفتاری 16 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.